از میان همه رفتنها و تنها شدنها که از زندگی آدم کابوس میسازند، مهیبترین کابوس زندگی حسون را یک برق که بی موقع گذاشت رفت درست کرد. شرکت هالوفارم اعلام ورشکستگی کرد، گفت کارگرهاش بیاین جای طلب یه چیزایی بردارند ببرند. در حالی که حسون کنار 3 خواهرهاش و ننش منتظر بود پدرش با یک وسپا یا جارو برقی یا 2 طاقه فرش دست دوم از در بیرون بیاید، محمد بادگیر آمد تا فقط یک دستگاه ویدیو رو کولش است، یک سونی تی7. ننش تو 3 هفته از غم بیورزگی شوهر پیر شد. محمد خودش 1 هفته حرف نزد، چیزی هم نخورد، پا هم از خانه در نگذاشت. همه جا حرفش بود و نقل بیورزگیش. روز 8 به صرافت افتاد که حداقل بزند تو برق روشنش کند. فیلم ها را یکی یکی گذاشت. حسون زانو به زانوش بود و هر سیگاری که پدرش خاموش میکرد دلداریش میداد. روی تیتراژ آخر فیلم 5 که پشت به پشت دیدن برگشت گفت این از موتور بهتره که آقا، باش خیلی جا رفتیم صبح تا حالا. ابو حسون با غم عالم تو صداش سیل تو چشای پسرش کرد، گفت اینو به ننت بگو بابا. حسون رفت گفت، به ننش گفت، به هر کی که سر راه شد گفت و قصدش فقط این بود که دیگه احدی مسخره آقاش نکند. کار از قصد او فراتر رفت. کنجکاو شدند، پاکش کردند، آمدند ببینند آلمانی های هالوفارم تو خلوتشان چه می دیدند. 7 هفته نگذشته از محل نماند کسی که پای فیلمی ننشسته باشد یا قصهش را نشنیده باشد. خونه محمد یکو تغییر کاربری داد. شد که تو شبی فقط 3 جفت کفش دزدیده می شد. بس که آدم غل می زد و می رفت و می آمد. حسون و پدرش همان تو مجلس دوبله می کردند و هر چه دلشان بخواست جای بازیگرها می گفتند. هیچ 2 شبی هم مثل هم نبود. فقط اول، وسط، آخر فیلم ها را اجازه می دادند مطابق فیلمنامه باشد. زندگی ریل عوض کرده بود. آن خونه جدا افتاده بیخه سوله های کوماتسو و کاترپیلار که سال و مادراز کسی سمتش نمی رفت، که سگ تا صبح دورش وک می کرد، حالا روشنایی شهر بود. محمد تو شهر مثل آیرتون سنا بود تو برزیل، فقط جای ویلیامز رنو سوار سونی تی7 بود. در اثنای فرمول 1 خوش‌شتاب زندگیشان بودند که یک کشتی بزرگ در سواحل سینمای جهان پهلو گرفت. یک غروب یک گله مرد با مجله آمدند در خونه، پرسیدند ابو حسون تایتانیک کی میاد سربندر؟ سوال غریب معناداری بود. معنای ضمنیش این بود که محمد، دریچه سربندر به جهان بیرون تویی، تو پنجره گشودی و نور تاباندی، حالا کو تصویر، کو شکل تازه جهان. داد عبدی چاپی که رو نفت کش کار میکرد از چلسی نسخه اصلش را آورد. زودتر از هر کسی در ایران میخواست همگام با رژه فیلم در جهان طبل بزرگ را زیر پای چپ نگه دارد و شهر را زانو به زانوی لندن و پاریس و توکیو جلو ببرد، حالان که زیر پای راست خودش سر بود. در حالی که پرده ها کشیده، چراغ ها خاموش و جون رو جون آدم نشسته بود تا افتتاحیه تایتانیک را ببینند، دلیله از راه رسید، رفت جلوی تلویزیون، دستهاش را باز کرد، گفت نفت میریزم خودم آتیش میزنم، تو دیگه از حد گذروندی محمد. تایتانیک اسب تروا بود. تو شکم 11 تا اسکاری که گرفته بود یک سکانس حیاندار پنهان بود. تا قبلش فیلم ها یا گناهوار بودن یا به در بخورد، اما تایتانیک یک مورد جدا بود. افتخار سینما بود ولی از معصیت هم مبرا نبود. توی فیلم یک چیز بزرگتر از کشتی به کوه یخ میخورد: بنیان خانواده محمد بادگیر. شب تا دم صبح فکر کرد و از اون که زن پا شد دست نماز بگیره، رفت سر شیر آب کنارش، گفت راه حلش پیدا کردم. حیف ای فیلم دلیله. دنیا تکون داده. من و تو و این مردم بدبخت تو سربندر از اون چه که اسمش زندگیه کدوماشو داریم؟ سینما روشنشون میکنه، هارشون میکنه. سکوت شد. وقتی سید درویش تو مناره رسید به حی علی خیرالعمل و دلیله هنوز ساکت بود، یعنی مجاب. افتتاحیه با یک شب تعویق از نو برپا شد. از تیتراژ شروع جبروت خانه را گرفت. فیلم مثل لودر قلب تسخیر میکرد و جان فتح میکرد و از سکانسی به سکانس بعد میخرامید، اشفگر و بی همتا، که دلیله یکو گفت محمد هوشیار باش. محمد مثل دژبان صبحگاه مشترک ارتش از جاش تنگید.
جک دست روز را گرفته بود، داشت میکشید میبرد پایین. دلیله گفت نبردش محمد. فیلم استوب شد. سکوت بود، چراغ‌ها خاموش بود و تصویر فیکس. گفت بچه‌ها و مجردا بلند شن برن تو اتاق. رو کرد به حسون، کمی با مکس قاطیش هم شرم گفت تو هم برو آب ولرم بخور گلوت جا بیاد بابا. یه 2-3 دقیقه حرف نمیزنن. حسون رفت تو آشپزخونه. بقیه رفتن تو اتاق رخت خوابی و 3 دقیقه و 40 ثانیه بعد صدایشان زدن بیاین. همین روال رایج هر شب شد. دوبلور نوجوان از تو آشپزخونه، قافله هم انگار که از شام از اتاق تاریک برمیگشتند، می نشستند پای فیلم و با حسرت تو تخم چشم بزرگترها نگاه می کردند، بلکه رد صحنه‌ای که دیده بودند تو مردمک یکیشان جا انداخته باشد. الان روانشناسی می گوید کاش می گذاشتند صحنه را ببینند، چون آن نسل نور ندیده که هنوز ته جیباش کوپن بود و سر راه مدرسهش پا می کرد زیر پوکه جنگی، 1000 تا تخیل واویلاتر از فیلم می کرد تو مغزش. آن که این وسط داشت ناخوش می شد، چیزی نمانده بود از پا در بیاد ولی کسی از حالش خبر نداشت، حسون بود. سوالای تو سر باقی دختر پسرا جلو جوابایی که تو کله حسون می گذشت مثل موش گربه بود در مقابل پدرخوانده. هر بار که برمیگشت جیمز کامرون های بیشتری تو مغزش تقلا می کردن تا سکانس مفقوده را باز بسازن. یک شب از نیمه های سانس خودش را زد به خواب که سر پایین رفتن جک و روز بیرونش نکنند. نقشش گرفت. قافله 8 نفری بچه های نابالغ مهمانها و خواهرهاش رفتن تو خونه تاریک و او قصر در رفت. فاصله 0.5 میلیمتری میان دوتا پلکش را مثل فاصله پلاتین موتور فیکس نگه داشته بود. از پشت مژه ها میدید، تار ولی معلوم. قلبش میزد، نه مثل آدم خواب، مثل یکی تو خط استارت 100 متر المپیک. اما محمد بادگیر پوز پدر آدولفیو را زده بود. همین که جک روز را کشید برد توی آن ماشین قدیمی قشنگ، تپانچه که شلیک شد، حسون که قاطی دونده ها خیز برداشت، مرد روحش شاد. بالش زیر پاش را برداشت گذاشت رو صورت بچه 11 سالش، نه که نبیند، که نفس هم زوری بکشد برای محکم کاری. فقط ننش کمی آرامش میکرد. هر بار پشت سرش میآمد تو آشپزخونه و میگفت تو سن و سال تو گناه داره پسرم، به خدا فکر کن و طاقت بیار، نگهش میدارم بزرگ شدی ببین. یک روز صبح پا شد دید بزرگ نشده ولی کسی خونه نیست. خونه ای که مثل کاروان سرا بود سکوت بود و خالی. میدانست تایتانیک کجای لافت و شکها و لای کدام پتو جا کرده. فیلم را برداشت گذاشت تو دستگاه و رفت روی دورتوند. همانجا که دیکاپریو دست کرد دور گردن کیت وینسلت استوب کرد. پشتش را کرد به خدا و چیشای ملتمس ننش که هر جای خونه سر به گردان ایستاده بود و داشت ناخن میکشید تو صورتش و دکمه پلی را زد. اما انگار همزمان باهاش یک جای دیگر دکمه بزرگتری را فشار داد. برق رفت. نیمخیز ماسید. برگشت با التماس سیل تیر برق پشت پنجره کرد. برق هیچ وقت نرفته بود که زودتر از 2 ساعت برگردد. دست کرد VHS را بکشد در. T7 پس نداد. دستگاه را با صورت کوبید رو فرش. هیچ کدام از محصولات کارخانه سونی با پس گردنی کار نمی کردند. برق می خواستند. مثل پیکی که خبر پیروزی در ماراتون را رساند و مرد، رسید در خونه عمش بهجت ولی زنده ماند تا روزگار سیاهش را شهر بدهد. حالی اکبر عمش کرد که میخواد دستگاه را بزنه به برق ولی نه توی خونه. فلزا پرسید سیار دارین اکبر؟ گفت ها. پرسید جاشو بلدی تا حیات خلوت میرسه؟ گفت ها. خوشحال شد گفت بپرکی. نپرید. ایستاد نگاه کرد تو چشاش. داد زد برو وضعم خرابه. اکبر گفت ولی برقمون رفته ها. به سیمهای برق، به تیرهای چندلی سیمهای برق، به چاهیهای بیخیال نشسته رو برق نداشتهشان، آنچنان که به گنبد یک امامزاده چشم بدوزی خیره ماند. کجای سربندر کمی برق تو سیم بود که فقط تایتانیک را یک هل بدهد و از تنگه T7 ردش کند. حالا داشت اولین بی‌آبرویی مهیب زندگیش رقم می‌خورد. 11 سالگی برای شروع رسوایی زود بود. خواست بزند زیر گریه، وقت نبود. 4 جا زنگ زد.
حتی به میلاد آمری که پدرش مأمور بود و تو سنگسار گروه ژاکوب که فیلم خراب پر کرده بودند خودش راننده کامپرسی بود که سنگ خالی کرد تو استادیوم برای زدن هم زنگ زد. چه باک که تو کمدشان کلاش بود و تو جیب پدرش مجوز تیر. اگه برق تو کابلشون رد میشد هیچی اهمیت نداشت. پنجمین سکه‌ای که انداخت توی تلفن فهمید برق به مساحت شهر رفته است. سونی یک بمب ساعتی بود که داشت به لحظه برگشتن آغاز و انفجار نزدیک میشد. تو بغل گرفت و دوید. اگر برق همه عالم برود برق اداره برق نمی رود. شوهر شریفه نگهبان در اداره برق بود و فرق ویدیو و آب میوه‌گیری را هم نمی دانست. رسید تا اداره برق مثل 31 شهریور 59 است. صدام در قالب گرما حمله کرده، نصف ترانس‌های فشار قوی را ترکانده و مثل محاصره خرمشهر مرد میرفت و مرد میآمد شکست خورده. شوهر شریفه یک بند عرق پاک میکرد و در باز میکرد. سرید داخل کانکس نگهبانی. سونی را زد تو برق و T7 عین زن حامله‌ای که تا دم مرگ رفته باشد خازنش را از برق پر کرد، زور زد، فیلم را سر داد از دهانش بیرون و خون شتک زد روی در و دیوار و پسر بچه مثل مردی که زاییدن زجرآور زنش و وحچیره های از ته جیگرش را دیده باشد و شنیده باشد زد زیر گریه می کرد، می دوید، به مامورهای برق از ته قلب فحش می داد و از لایشان که می خواستند شهر را از سقوط نجات بدهند را باز کرد و دوید تا قبل از دلیله و محمد برسد خانه. تایتانیک که لای لحاف ها پهلو گرفت از کمر به پایین فلج شده بود. حلقش مثل سنباده خشک بود اما نمی توانست به کلمن برسد. سید درویش که از مناره گفت الله اکبر گردنش شکست و گریه از تمام پوست پاک 11 سالگیش زد بیرون. دور تا دورش پوستر تایتانیک بود. چشمش به دیکاپریو و کیت وینسلت افتاد. دلش خواست دست کند تو فیلم و هر دوتایشان را از آن سکانس در بیاورد. از تمام نسخه های پارامونت حفکه شعله زیر درام قیری که روز حساب میخواستند تو حلقشان بریزند را تو صورتش حس کرد. گشادی دهانه قیفی که را به چیش دید. سرش را گذاشت لای پتو پلنگی و شروع کرد به جیغ و جیش تو امان. جیغ بود، نعره بود، اما داشت با خدا حرف میزد. داشت با سینما ودا میکرد. داشت سیاهی ناگزیری که بالاخره یک روزی لای دیدن یک فیلمی میآمد و بر قلبش مینشست را به تأخیر میانداخت. آقاش داخل شد، پوستر تلما و لوئیس تو دستش. نپرسید چته پسر، نگفت گریه بابت چه. انگار طور مرموزی شرح ماوقع را میدانست. انگار برق شهر را خودش قطع کرده بود، خانه را خودش خالی کرده بود و فیلم را عمدن خودش سر دست گذاشته بود. انگار خیلی خشتک تو زندگیش خیس کرده بود. پوستر را آورد بالا، گفت 2 زنن که میگن یعنی چه که زندگی باید 4 میخمون کنه و ما نتونیم یه بار سیل تو چیشش بکنیم بگیم نه؟ یعنی چه که همینه که هست. میزنن جاده و یه آمریکا میفته دنبالشون، تش و تیفون در میگیره. و برگشت چسباندش به دیوار.